اگر از رتینول و ترکیباتش استفاده میکنین یا اینکه میخواین شروع بکنین، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینین و سیوش کنین و بفرستین برای عزیزانتون که دوست دارن از پوستشون مراقبت بکنن. چند نکته هستش که تو استفاده از رتینول میخواستم امروز بگم، حالا یه پارت 2 هم براتون میسازم که روش استفاده ازش رو بگم. چند تا نکته مهم هستش که شما باید رعایت کنید. اول اینکه به هیچ عنوان رتینول رو روی پوست خیس نزنید. پوستتون باید خشک باشه، به خاطر اینکه پوست خیس باعث میشه که اثر رتینول بیشتر بشه و در اوایل چون هنوز پوستتون عادت نداره باعث خشکی زیاد و پوست شدنش بشه و باعث حساسیت و قرمزی بشه. دوم اینکه حتما از ضد آفتاب روز باید استفاده بکنین، به خاطر اینکه این یه لایه بردار خفیفه و پوستتون حساس میشه و باید ضد آفتاب بزنین. نکته بعدی این که فقط به اندازه نخود، یعنی پی سایز، یعنی به این اندازه شروع بکنین به تمام صورتتون زدن، زیر چشمو نزنین، فقط یکم اینجا باشه. اگر دور لبتون هم میبینین که حساسیت میدین، اوایلش استفاده نکنین و حتما از هفته 2 شب شروع بکنین، یعنی فقط 2 شب در هفته و بینش فاصله باشه و این رو تا چند ماه ادامه بدین. بعد از چند ماه بکنین 3 شب، باز دوباره بعد از چند ماه بکنین 4 شب، تا سر 1 سال برسونین به 5 شب. وگرنه اگر این کار رو نکنین به هیچ عنوان نمیتونین ادامه بدین، چون پوستتون بسیار خشک و حساس میشه. نکته بعدی هم این هستش که به هیچ عنوان توی روتین پوستی که رتینول استفاده میکنین اکتیو دیگه ای استفاده نکنین، مثل اسیدهای AHA، BHA، ویتامین C. کلا با پپتاید اوکی هستش اگه زیرش سرم پپتاید بزنین، ولی با اسید به هیچ عنوان استفاده نکنین و میتونین که 1 شب در هفته رو بذارین برای ترکیبات اکتیو دیگه. حالا پارت 2 هم در راه، منتظرش باشین. اگر اینجور نکات دوست دارین حتما منو فالو بکنین و به امید دیدار زودتون.